اینجا پل گهرش اندیمش، قدیمی ترین پل معلق ایران. سلام، صبحتون بخیر. ساعت 4:40 صبح اینجا ایستگاه راهن اندیمش. مسیری که ما می‌خوایم حتما باید با قطار محلی اندیمش درود بریم. از جذابیت این سفر اینه که تو مسیر صبحونه رو درست کنیم. آقا توقفگاه 583 یک نیم ایستگاه بعد از تلزنگ پیاده شدیم به سمت پل گهرش، اولین و قدیمی ترین پل معلق ایران در شهرستان اندیمش. اینجا تو مسیریم داریم میریم به سمت پل گهرش. پل داخل اون تنگه است. بچه امیرش حتما بیاین، یک لوکیشن بسیار خاص با طبیعت بسیار خاص، بیایید ببینید تو لذت ببرید. دوستان توجه کنید، اینجا رودخونه دزه که از طلاقی دو رود سزار و بختیاری تشکیل میشه و این آب میره میریزه به سد دز اندیمش. ساخت پل گهرش برمیگرده بین سال 1306 تا 1313. اینجا پل گهرش اندیمش یکی از آثار مهم مسیر ریلی اندیمش به شمال در مسیر ثبت جهانی راهن زاگرس. این پل برای انتقال تجهیزات بوده، بهش میگفتن پل تدارکاتی اندیمش، پل تدارکاتی گهرش. دوستان این وضعیت پل گهرش اندیمش که زمان یکی از مهمترین پل‌های ایران بوده، این وضعیتشه. نگاه کنید، این وضعیت پله. میریم به سمت راه شایی، بریم ایستگاه تلزنگ. هم که داریم میریم دوستانمون هستن، مسیر راه شایی. گذشتگانمون چه قدرتی داشتن، چه نیرویی داشتن، چه علمی داشتن که این کوه اینجوری تراشیدن و این مسیر رو باز کردن. اینجا کوههای جوان زاگرسه که از وحشی ترین کوههای منطقه زاگرسه.